فتنه نیابتی یعنی چی؟ فتنه نیابتی در اون رأس فتنه خودشو تابلو نمیکنه. تجزیه طلبان کرد، اهم از کموله، دموکرات، پژاک و پاک، بهاییت، مسیح علی نژاد، رضا پهلوی و مریم رجوی، عروس عربستان، اینا حامیان رسانه‌ای و پشتیبان این فتنه بودن. اینا مگه نمیگن زن زندگی آزادی؟ هیچ کدوم از این گروه‌ها نه به زن اعتقاد دارن، نه به آزادی و نه به زندگی زنها. اگر سازمان مجاهدین خلق صحبت از آزادی زنها میکنه، بیاد یه چند تا سوال از خانم مریم رجوی بکنیم. شما چرا روسری تو بر نمیداری خانم رجوی؟ چرا در بعد از اون قائله‌ای که در پادگان اشرف به وجود آمد دستور دادید همه زنها قدرت باروریشون رو با عمل جراحی ازشون گرفتید، بچه‌هاشون رو ازشون گرفتید؟ شما حتی اجازه نمیدید زنهای سازمان شما رنگ روسریشون رو انتخاب کنن. صحبت از آزادی زن چرا میکنید؟ اگر مهسا امینی عضو سازمان شما بود، اجازه میدادید کشف حجاب کنه؟ اجازه میدادید ازدواج کنه؟ شمایی که طلاق تشکیلاتی رو باب کردید، گفتید همه زنهای سازمان در عقد مسعود رجوی ان. شما 17,000 نفر از ایرانی ها رو کشتید. چرا صحبت از آزادی میکنید؟ 17,000 تا کودک، زن، پیرمرد، جوان، نوجوان به صرف این که یک نفر محاسن داشت کشته میشد. اگر یک بقال تو مغازش عکس امام رو نصب میکرد کشته میشد. سال 1991 فقط سازمان منافقین صدها کرد کشته در عملیات مروارید. اینا رو میدونن نسل امروز؟ شکنجه های عجیب اینها. من این 3 تا شهیدی که اسم میبرم، برید نحوه شکنجه اینا رو سرچ کنید. به قول امروزی‌ها اینا یه کارایی کردن برای داعش قفله. شکنجه شهید محسن میرجلیلی، شهید طالب طاهری با 16 سال سن و شاهرخ طهماسبی، اینا رو سرچ کنید، در مورد یه خورده مطالعه کنید. هموطن ایران آسیب. اما عربستانی که امروز اینترنشنال رو راه انداخته علیه جمهوری اسلامی، سال گذشته عربستان در یک روز 81 جوان شیعه رو با شمشیر گردن به جرم مخالفت با آل سعود. شمایی که تازه 2 سال پیش تا حالا به زن اجازه دادید رانندگی کنه، صحبت از آزادی زن نکنید. یه منتقد خبرنگار بوده عربستانی الاصل، تو خارج از کشور زندگی میکرده، آقای جمال خاشقچی، منتقد محمد بن سلمان و آل سعود. دعوتش کردید به کنسولگری عربستان در ترکیه، کشتید، با اره ریزش کردید، تکه های بدنش رو تو اسید حل کردن، چیزی از او باقی نمانه. شما صحبت از انتقاد و اعتراض نکنید. شیخ نمر یک مجتهد بود که مخالف شما بود، تو خیابان گردنش رو با شمشیر زدید. خون زنان و کودکان یمن حق زنان و کودکان نیست؟ شهدای منا رو پاسخ دادید؟ شهدای حج خونین رو پاسخ دادید؟ خفقان در شرق عربستان در احسا و قطیف رو در منطقه شیعه نشین رو شما پاسخ دادید؟ اما ترگل ورگل اینا پهلوی ها بحث حقوق زن میکنه. آقای امین باقی مانده پهلوی، بابای تو به زن چجوری نگاه میکرد؟ مصاحبه آقای محمد رضا پهلوی رو در سال 52 با خانم اوریانا فالاچی، معروف ترین خبرنگار ایتالیایی در مورد زن، برید سرچ کنید بخونید. و مصاحبه با خانم باربارا والترز در سال 56 که اتفاقا ایشون اومده بود که در مورد مصاحبه فالاچی از شاه سوال کنه، همون حرفا رو تایید کرد زمانی که فرح کنارش نشسته بود. So you don't feel that women are in that sense equal, that they have the same intelligence or ability? Not so far. Maybe you will become in the future. We can always have some exceptions. Here and there. But yes, but on the average, I repeat again, when have you produced a top scientist? Do you feel your wife can govern as well as a man? I prefer not answer. اما بزرگترین دزد اموال ایرانی ها کسی نیست جز محمد رضا پهلوی. وقتی که داشت میرفت فقط 50 میلیون دلار از بانک های تهران برد، 18 میلیون دلار در بانک های نیویورک، 100 میلیون دلار در بانک های لندن، 384 چمدان جواهرات و عتیقجات. انقدی بردی که تخم و ترکتون دارن میخورن، تموم نمیشه. اینو ما نمیگیم. نشریه فاینانشال تایمز داره صحبت میکنه در مورد اموال شاه. میگه شاه زمانی که سال 57 داشت از ایران خارج میشد، 35 میلیارد دلار سرمایش بود. خاندان پهلوی و همراهانش و دوستانش وقتی از ایران خارج می شدن، 13 میلیارد دلار همراه خودشون از ایران پول بردن و سرمایه بردن. دیگه من از کاخ مادر شاه براتون صحبت نکنم که وقتی انقلابی‌ها گرفتنش، پیرزن 90 و چند ساله سینمای فیلم مستهجن داشت و به اندازه 10 سال شراب و غذا ذخیره کرده بود تو انبارش. یا از خاطرات مادر فرح گفت یکی از بزرگترین رنج‌های من این بود که شاه زنش فرح را به رؤسای جمهور آمریکا قرض میداد. شما صحبت از زن نکنید.
اما مسیح علی نژاد خانم معصومه علی نژاد قمی کلاهی است. این خانم رو بشناسید. ایشون تا امروز از دولت امریکا به اقرار اسناد خود امریکایی ها 317,400 دلار پاداش گرفته و ماهی 82,000 دلار از مؤسسه BBG در امریکا حقوق میگیره. برای چی میگیره؟ برای براندازی در جمهوری اسلامی. کارمند رسمی امریکاست. کسی که افتخارش در زندگی اینه که قبل از ازدواج باردار شد. من قبل از اینکه اصلا ازدواج بکنم حامله شدم، یعنی دیگه لکه ننگ پا می‌برم. کسی که قائل به شرافت زنانه نیست، کسی که هرزگی رو حق زن میدونه و کسی که درخواست کرده تا تحریم‌های دارویی علیه کودکان سرطانی در ایران بیشتر بشه. گریه برای مهسا بشناسید. بهاییت فرقه‌ای که معتقد می‌شود با محرم ازدواج کرد و معتقدن به جز زن پدر بقیه قابلیت ازدواج دارن، یعنی با دخترت، با خواهرت، با مادر بزرگت، با خالت، با عمت. پایتخت اصلی اونها در عکاس در اسرائیل. در همون اسرائیل در تل‌آویو یه مرکز خریدی هست به نام دیزینگوف. چرا این مرکز خرید اسم بردم؟ چون در اونجا فروشگاه فروش زنان وجود داره. شما تو فروشگاهاتون زنا رو گذاشتید پشت ویترین، اتیکت زدید، قیمت زدید، بعد میگید زن در ایران آزاد نیست. قاچاق دختران ایرانی به بهانه کار کردن در شبکه GMTV و منوتو و فروش اونها به عیاش‌های انگلیسی کار کی بوده؟ براتون دختر ایرانی مهم شده؟ قرآن سوزی، حجاب سوزی، عاشورای 88. کموله که نقش اصلی و محوری رو تو فتنه اخیر داشت، از سازماندهی ماجرای مهسا تا بعدش، اینها میگن آقا ما دنبال کردستانیم، دنبال حق مردم کردیم دیگه. شهید ناهید فاتحی کرجو مگه دختر کرد نبود؟ فقط به جرم اینکه هوادار انقلاب بود، چادر سرش بود، تو راه بیمارستان مریض شده بود، داشت میرفت بیمارستان، دزدیدنش، 11 ماه شکنجهش کردن، موهاشو از ته تراشیدن، ناخوناشو با انبردست کشیدن، زنده به گورش کردن. دختر کرد نبود؟ مهسا امینی فقط دختر کرد. خانم شهیده فاطمه اسدی که اخیراً تفحصش کردن بچهای تفحص، زن کرد نبود که شوهرش رو گروگان گرفتید، به زنش گفتین انقدر پول بیار، وقتی پول آورد زنش رو هم زنده به گور کردید، زمانی که بچه شیرخواره داشت و دختر 2 ساله. کرد نبود. 18 نفر رو در یک عروسی جلوی پای عروس کموله سر بریدن تا بله بگه. 6 بسیجی اهل اصفهان، 6 پاسدار، 4 ارتشی و 2 طلبه، نه با چاقوها، با سر پیت حلبی. اینا رو بگید به نسل امروز.